شما نگاه کنید یک کشوری در همسایگی ما هست، وسعتش 30,000 کیلومتر مربع، از استان سمنان ما کوچکتره. 30,000 کیلومتر. هیچ کدوم از چشماندازهای منحصر به فرد ما رو نداره، فقط بیابان و شن داره و درآمدش از تجارت غیر نفتیش سال پیش 953 میلیارد دلار بوده. میانگین بارندگیش به اندازه یزده 48 میلیمتر و میانگین دماش به اندازه اهوازه. چگونه اون کشور میتونه 953 میلیارد دلار تجارت غیر نفتی داشته باشه در یه سال بدون اینکه نگران بارندگی باشه یا نباشه؟ و ما همیشه باید چه ترسالی باشه و چه خوشسالی باشه نگران باشیم. اینها به خاطر اینه که چیدمان رو ما غلط انتخاب کردیم. کشوری که جزو 5 کشور اول دنیا از نظر جذابیت‌های طبیعی و 10 کشور اول دنیا از نظر جذابیت‌های تاریخی، فرهنگی و طبیعی و توریسم سلامت میتونه توش حرفای زیادی داشته باشه، از نظر درآمد حاصل از این جذابیت‌ها جزو 100 کشور اول دنیا هم نیستیم. ما اسکناس‌های خودمون رو داریم میندازیم تو شومینه میسوزونیم و بعد میگیم چرا فقیر شد. تو کشوری که به شدت با کمبود آب روبروه و این کمبود آب منجر شده ما بزرگترین موج فرونشست رو در کره زمین به نام خودمون ثبت بکنیم. فرونشست آخرین مرحله بیابان‌زایی آب ما است. بهش میگن دزرتیفای. یعنی وقتی که جای فرونشست اتفاق بیفته دیگه کار تمومه. یعنی اگر که دوباره میزان تغذیه و برداشت یکی بشه، دست کم بین 50 تا 70 هزار سال باید صبوری کنی تا اون دشتی که دچار فرونشست شده بتونه تاب‌آوریشو برگردونه. ما وقتی که از هخامنشیان صحبت میکنیم میگیم 2500 سال پیش نسل امروز کاری کرده که تا 50,000 سال آینده دست کم بخشای از نابخردیاش قابل جبران نیست. ما طبق استانداردهایی که اتحادیه اروپا اعلام کرده 4 میلیمتر نشست زمین یعنی شرایط بحرانی. در اون منطقه‌ای که الان فولاد مبارکه هست 25 سانتی متر زمین داره فرو میره. در همین جنوب غربی تهران 36 سانتی متر. در فاصله دشت فساد تا جهرم 54 سانتی متر. 140 برابر اون چیزی که بهش میگیم شرایط بحرانی. گزارش جدید سازمان زمین‌شناسی رو نگاه کنید، میگه 50,000 کیلومتر مربع از خاک ایران فرونشستی بیش از 2 سانتی متر در سال رو داره تجربه میکنه، یعنی 5 برابر شرایط بحرانی. ما 8 سال دفاع کردیم از خاکمون که 1 سانتی متر از خاک ایران رو ندیم و حالا 50,000 کیلومتر از خاک ایران رو برای دست کم 50,000 سال آینده از دست دادیم. چرا؟ چون چیدمانی رو انتخاب کردیم که متناسب با توانمندی‌های بوم‌شناختی این سرزمین نبوده. یکی از عواملی که میتونه تولید آب بکنه تو این کشور کوهستان‌های ماست و شما نگاه کنید ما با کوهستان‌هامون داریم چه بلایی میاریم. به بهانه فعالیت‌های معدنی و بدون رعایت ملاحظات محیط زیستی مهمترین منبع تولید آب استراتژیک که کشور رو داریم نابود می‌کنیم. چگونه شما دارید مهمترین منبع تولید آب شیرین رو از بین میبرید؟ کسی مخالف فعالیت‌های معدنی نیست. مسئله ما فعالیت معدنی نیست، مسئله ما اینه که همه اون ادعاهایی که دوستان شما میکنن هیچ کدومش اجرا نشده. فعالیت‌های معدنی منجر به افزایش چشمه‌های تولید گرد و خاک شده. شما برو تو نطنز، برو تو کمجان، برو تو ابیانه، برو تو در واقع تشه و ببین چه بلایی سر قنات‌های منطقه اومده، چه بلایی سر افزایش مهاجرت مردم اومده. چرا داره MS افزایش پیدا میکنه؟ چرا ناراحتی‌های ریوی داره افزایش پیدا میکنه؟ چرا ما همه پولمون رو خرج درمان مردمی میکنیم که خودمون به دست خودمون با نابخردی‌های خودمون مریضشون کردیم؟ کدوم تولید پول خردمندان است؟ حرف ما اینه. چرا ما گذاشتیم یه همچین بلایی سر این سرزمین بیاد؟ اگر میخوایم این سرزمین آینده‌ای داشته باشه و نسل آینده ما رو متهم شماره یک نابودی این سرزمین ندونه، باید تلاش بکنیم، باید یاد مدیران این کشور بندازیم که این کشور میتونه ثروتمند باشه بدون کوبیدن بر طبل وابستگی معیشتی به منابع آب و خاک. اصلا به جهنم که دولت نظارت میکنه وظایفشو میفهمه نمیفهمه. شما که میفهمید، شما که این کشور رو دوست دارید. اصلا این دولت آلزایمر گرفته و یادش رفته که شما هموطنان متخصصش هستید. شما که یادتونه که فرزندان این سرزمین هستید. شما که آلزایمر ندارید. تلاش بکنیم برای اینکه این ایران بشه.